اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب، احترام، محضر شما و تسلیت ایام فاطمیه خدمت شما بزرگواران. این سه شب بنا داریم راجع به فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها یه خورده بیشتر صحبت بکنیم. بارها بنده عرض کردم و این تعارف نیست، این واقعیت حداقل در مورد خود بنده، این که پژوهشگران عمدتاً همه معترفن. من یکی چون خودم ملموس بوده حس کردم عرض میکردم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردن خیلی سخته، یعنی شأنشون خیلی گمه. همه میدونیم خیلی شأنش بالاست اما نمیدونیم چیه، یعنی همه میدونن خیلی هم بالاست. و همه بزرگان ها، یعنی مثلا شما به علمای فقهی، حدیثی، کلامی، چه میدونم، به همینا که رجوع میکنی در مورد حضرت زهرا خیلی معتقدن و معترفن در این. منتها وقتی میپرسی چیه، خیلی نمیدونیم چیه. ما پیامبری رو میفهمیم، امامت رو میفهمیم، جایگاه حضرت زهرا نمیدونیم چیه. میدونیم که فقط در همین حد میدونیم که مثلا امام معصوم فرموده او اسوه من است. بعد اینو من دیگه از اینو من واقعا خودم متوجه نمیشم یعنی چی. مثلا امام که معصومه، خودش 0 تا 100 این دنیا ذیل عنایات و وجود او داره تدبیر میشه، اون حضرت زهرا بر من اسوه است. یا او حجت بر حجج خداست، اهل بیت حجت های خدا هستن، یا او باز حجت بر آنهاست. یا مادرمان فاطمه، ما همه مانند چشمسارهایی هستیم که از کوهسار فاطمه جاری شدیم. یا این ام ابیها رو ما فقط در حد مثلا یه چیز احساسی دیدیم، در حالی که اینطور نیست دیگه. یعنی میگه واقعا برخی از بزرگان گفتن یعنی این که به واسطه او من به وجود آمدم. مادری همچین ویژگی داره دیگه. رفتارهای عجیب از پیامبر نقل شده بود از نظر هیچ کسی نقل نشده، هیچ کسی. این خورده کار سخت میکنه. منتها میگه که نمیشه آب دریا رو همشو در واقع چشید و برد اما میشه یه خورده مزه کرد. از این حیث خورده میخوایم جلو بریم. یه سری از بحث‌های بدی و جدیدی و خاصی حالا برای اهل بقولی فن دیگه. من بوده مثلا یه مطلبی رو گفتم، بعدها مثلا یه عزیزی جلوی منو گرفته گفته این نکته که در مورد این آیه قرآن گفتی اصلا من یه هفته ذهنم مشغول کرده. اما آدمام بودن هم جدا نگاه کرد. و نکات بعدی که گفتم میشه برای اونها گفتم، برای اون کسی که اهل نکته هستن و یه چیزی گیرشون بیاد، مطالب خاصی شاید باشه، مخصوصا حالا شب فردا و پس فردا. ببینید تو منابع اهل سنت، من قبل از اومدنم یه چکی داشتم همچین عادی میکنم تو منابعی که صحیحن، یعنی یه فرقی که سمتن قلت بیاره. چون داستانی ما داریم دیگه با اینها وقتی صحبت میکنیم میگه مثلا سندش کوبت مثلا، یعنی این چیزی که دیگه مولا درزش نمیره. حداقل 40 تا حدیث جوندار من دیدم، 40 تا حدیث جوندار که مولا درزش نمیره و اشارات خیلی عجیب غریبه. یعنی یکیش بسه اصلا لازم. تو به خاطر من اونا رو نمیخوام بگم، بیشتر میخوام بیایم تو منابع روایی خودمون، به استثنای یک ماجرایی در واقع مجبورم بگم اون ماجرای غضب حضرت زهرا رو، چون برای شب‌های بعد لازمش دارم مقدمتاً و شنیدید هم تا عرایض خود بنده. اون رو هم سعی میکنیم از معتبرترین کتاب برادران اهل سنت. ببینید در همین حد همین یه دونه روایت به نظرم کافیه که در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1374 همین کافی وقتی بگیم صحیح بخاری دیگه، واقعا کتابا لازم نیست بگیم، اما هست مثلا کنز الاموال هم هست، بدایه و نهایه هم هست، اینا به کنار. صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اهل سنته. اگر ما از صحیح بخاری و صحیح مسلم سند میاریم، اینو برای خودمون نمیاریم. کتابایی که ما میخوایم برای ما قال الصادق و قال الباقر اهمیت داره. اما وقتی اینجوری مثال میزنیم به خاطر این خیلی از مخاطبان سخنرانی بنده برادران اهل سنتن، دانشجوان، جوونا، مخصوصا جوون اهل سنت خیلی گوش میکنن.
خیلی هاشون با ما تماس میگیرن و حرف دارن، نکته دارن، نظر دارن و الحمدلله خیلی ها مسیر پیدا کردن. میگه که سیدت النساء اهل الجنه فاطمه، یعنی خب بالاخره یه بهشتی هست، یه سری انسان میرن اون بهشت دیگه ها، یا مردن یا زنن دیگه. میگه که سرور تمام زنان بهشتی فاطمه است. شما میگه اون سرورت هم خب یکی از اون زنان که قطعا بهشتی مثلا حضرت مریمه، درست شد، آسیه است. این همه زن خوب تو هستی که بهشتی هن. اما اونجا سرور همه اینا حضرت زهراست. خدا برای کسی پارتی بازی نمیکنه. خب چه ویژگیشون داره؟ یعنی چون سعی‌ترین منابع اهل سنت، یعنی هیچ خدشه به ایشون وارد نیست. بیایم این طرف خودمون رو نگاه بکنیم که چه جایگاه ویژه. من میخوام جسارت بکنم تو این 3 شب اون جایگاهی خورده نزدیک بشم. گفتیم اون جایگاه نمیدونیم چیه، بیایم حدس بزنیم دیگه، حدس از رو نشونه ها بریم یه خورده تحقیق کنیم، یه خورده پژوهش بکنیم، خود تعقل کنیم، تفقه کنیم، تفکر کنیم، ببینیم به چیزی میتونیم برسیم یا نه. روایت داریم که شما میگید فاطمه، شما زمینی ها، اینجا تو آسمون اسمش یه چیز دیگه است. سماویه یعنی آسمانی، نورانیه یعنی خود نور، هانیه. میگه اینا الفاظی، یعنی شما میگید تو زمین میخواید صدا کنید ایشون رو، میخواد بگید منظورمون کیه، میگید فاطمه. ما تو آسمون میخوایم صدا بکنیم اسم دیگه داره ایشون. تو منابع اهل سنت داریم که اولین کسی است که به بهشت میره، یعنی اولین مخلوق موجود هر چی که میخواد اسم بذارید پاش رو در بهشت میذاره از زهراست. تو منابع اهل سنت ها گفتم زیاد با اونا کار ندارم. توی قرآن هم اشارات مستقیم و غیر مستقیم بهشون فراوانه. برای کسی که اهل تدبرش دقت بکنه، 2 تا 4 تا بکنه، به یک نکاتی میرسه اصلا مختون سوت میکشه. بعد تو قرآن تدبر کرد دیگه، همینجوری ول نکرد. حالا فردا شب من وقت میشه، احتمالاً فردا شب موضوع هم میشه، اینو توضیح میدم براتون. شما چقدر تو قرآن میبینید عیسی ابن مریم؟ ها؟ یه بار میگفت عیسی ابن مریم، ما نمیفهمیدیم کدوم حضرت عیسی رو داره میگه. بلا تشبیه انگار بگه که مثلا علی اکبر رائفی پور فرزند فلانی مثلا. و فهمیدیم دیگه، باشه. دفعه بعد که دیگه علی اکبر رائفی پور ما میدونیم کیو میگه. بعد اونم یه کتاب مختصر و موجز مثل چی؟ قرآن که اسم هیچ کی نیاورده. خیلی که شما تو صحابه پیامبر بگردید میبینید فقط زید و مستقیم آورده. اسم حضرت علی هم دو تا آیه جدا هست. اسم نمیاره خدا. یا اونی که تو غار بود با پیغمبر. حضرت موسی رفت دنبال یه بنده خدایی. خضر اسمشو نمیاره که. اسم میاره؟ ما که ندیدیم. اصلا دنبال این چیزا نیست. و خیلی هم مختصر و موجز شده، اما فکر کنم 20 خورده بارا بپرس، بگردید. من رو وقت نکردم خوب برم اینو سرچ کنم. تو اونجوری تو ذهنمه عیسی ابن مریم هی ایشونو منتسب میکنه به مادرش. ما فهمیدیم دیگه. یه جا داریم خیلی عجیبه. میخواد بگه حضرت عیسی و حضرت مریم، اینو خودو چه جوری میگه؟ عیسی ابن مریم و نه، میگه عیسی ابن مریم و و مادرش. یعنی باز زوم رو چیه؟ رو مادر. من این چیز به شما بگم، باور کنید که اینقدر که قرآن به حضرت مریم پرداخته به حضرت عیسی نپرداخته. اون تو دقت میخواد دیگه. اصلا هر کسی حضرت مریم قبول نشوش کافره. میدونید؟ قرآن میگه اون کافرها وایستادن بهتان زدن به مریم. کافرها حالا نه همشون بنی اسرائیلی هن، به دین اون زمان دارن نماز میخونن، روزه میگیرن. ببین به این دقت باید کرد. بعد که میره عمیق میشیم ببین نه عجب نکاتی داره. بخش قابل توجهی از آیات که مربوط به حضرت مریم داره داستان از زهرا رو میگه.
مثلا اون فهم رسید دیگه، اون دقت نظر در آیات قرآن رسید دیگه. باید دقت کرد. میگه که حضرت مریم حالا به وقتش تو میگه کل ما دخل علیها زکریا، میگه هر بار زکریا بر حضرت مریم وارد میشد چی؟ میدید یه رزقی داره. بابت این راجع به رزق صحبت کردیم که آره به هو من عند الله، او رزق هو نمیشه که جا هازا یا ذالک هوده او. بعد اینش جالبه، حضرت زکریا پیغمبر نیست، کل ماده یعنی چی؟ یعنی هر بارم از زکریا دوباره همین سوالی میپرسید. دوچار نوسیان که نشده که نعوذ بالله، آلزایمر که نداره به قول امروزه، بگه این چیه، این از کجا اومده. به حد هر باریشون میاد میبینی اینا جدیده و بدیعه، میریزه به هم. یعنی هر بار که داره میاد یه چیز جدید داره میبینه، کل ما هر دفعه. اینو دقت کردیم قرآن عربی رو قرآن قول یتقلقلون میکنیم میریم دیگه جلو، دیگه کاری نداریم که. این میخوام بگم که باید خود دقت کنیم رو قرآن. پس اشاره یه سوره که خیلی مشخصا مال حضرت زهرا سلام الله علیها است، همتون هم میدونید چه؟ کوثر. کوچکترین سوره قرآن به لحاظ تعداد حروف و اینا، نه که فقط 3 آیه داشته باشه، مثلا سوره عصر هم 3 آیه داره، نمیدونم فلان سوره هم 3 آیه داره، نه وقتی کنار هم بچینی میره خیلی کوتاهه. اما بیشترین نعمت و همه چی تو این کوچکترین سوره اشاره میکنه. چی میفرما؟ اینو که قبلش بگم، آیات این سوره هم نکتهش ویژگیش اینه که کلمات اینا، که اکثر کلمات اینا اولین بار یک بار در قرآن فقط خود ذکر میکنه، جای دیگه نداریم. اعطینا که جای دیگه نداریم، کوثر ما جای دیگه نداریم، همینجا ذکر. اما جای دیگه شما کلمات قرآن خیلی تکرار شده. کوچکترین سوره میگه نهایت خیر رو به تو رسوندم، بیشترین چگالیش خیلی بالاه، اون لطفی که خدا کرد، اون فضل الهی، اون نعمت الهی. و آیات هم همه کلمات هم عجیب و یک بار استفاده شده، جای دیگه هم استفاده نشده، غیر قابل تکراره. میگه من میخوام عطا بکنم به تو، انا اعطیناک الکوثر. یه مقام بالاتر خدا داره به پیامبرش میخواد یه چیزی، فصل لربک و نحر. بعد این چیزی هم که میخوام بهت بدم باید باشی بری شطور سر ببری، باید قربانی کنی، بشی نماز باید برات. مگه من نماز نمیخونم؟ که ببین فکر کنید مگه من پیغمبر نماز نمیخونه؟ چرا داری میخونی؟ نه برای این ویژه باید عبادت کنی. این نعمتی که میخوام بهت بدم قربانی ویژه میخواد، نماز ویژه، اصلا یه داستان جدیده، یک بحث جدیده. برای خدا بلند شو، فهم بلافاصله برو برای خدا نماز بخون، برو عبادت کن. و نحر، شطور سر ببر. نحر برای شطور میگن، ذبح برای کوچیک‌ترا، گوسفند و بز چه میدونم. یه ونحر معنی دیگه هم داره، این که دستو تا نزدیک گوش میارن بالا، دو تا دستو تکبیر میخوان بگن، اونم ونحر میگن. یعنی با یک کلمه 2 تا یه تیر 2 نشون زده خدا به قولی. میگه باید بری عبادت کنی. من بعد کوثر هم بد معنی کردن. خیر کثیر چه؟ خیر بی حد و حصر، بی نهایت بد دادم. تا حالا از من خدا به توی پیامبر خیر زیاد رسیده، اما این یکی ویژگیش چیه؟ بی نهایت، نمونه هم نداره. خیلی مفسرین بحث کردن که این چیه. یه وقتی گفتن آقا این قرآنه، یه دیگه گفتن آقا این علمه، یه دیگه گفتن نمیدونم یه نهر بهشتی، اون حوض کوثر هست. منتها ادامه آیه میفهمونه ان شانک هو الابتر. اونا که دارن مسخرت میکنن، تیکه بهت میندازن، اونا خودشون بی دنبالن. پس میفهمیم این نعمت از جنس چیه؟ ابتر نبودن، یعنی اولاد. یه چیزی من به شما بگم، من و شما هیچ وقت درست حسابی نمیتونیم بفهمیم فضای اون موقع چه بوده. وقتی شما رو تاریخ دارید تحقیق میکنید، بعد بری تو تاریخ. من خودم تو عصر قرن 21 فقط به سبب دوستانی که تو خوزستان داشتم،
دوستایی که تو عراق و تو سوریه داشتم، یک خورده یعنی بیشتر از شماها با اعراب سر و کله زدم، خب، و یک سری فرهنگاشون رو دیدم، یک سری سنتاشون رو دیدم، یک سری عرفشون رو دیدم، کلا یه درک متفاوتی پیدا کردم از اون موقعی که شاید مثلا خیلی از شما فکر می‌کردم راجع بهش. اصلا شما نمیدونی وقتی میگم عشیره یعنی چی. شما نمیدونی شیخ عشیره یعنی چی. یعنی خدا. من چی بهت بگم؟ جدی خدا رو زمین. همین الان مملکت خودمون کلی تغییرات به وجود اومده دیگه. این جوان‌ترا خیلی چیزا رو قبول ندارن. یه جای دیگه متاسفانه، یه جایی بعد بگیم چی؟ خوشبختانه، چون بعضی از این سنت غلطی بهشون خوب. همین الان مثل قوه قضاییه، مثل تو خوزستان، این پرونده نمیتونه حل بکنه، دو تا شیخ عشیره میشن حلش میکنه. حکمم خودشون میدن، اصلا کار ندارن. دیگه الان دیگه قانونی چقدر فقط مثلا دو تا عشیره هم دعواشون شده، میگه تو اینقدر پول بده به این، تو یه دختر بده به اونا، به این دختر میگن فاصلی. همین الان هست. این که دارم بهتون میگم فکر نکن الان از مریخ دارم صحبت میکنم. هست، سالهای گذشته بیشتر بوده، الان کمتر شده، اما هست. از خوزستانی بپرسید هست. بعد کی یه دختر بدید به کی؟ اون ما تعیین میکنیم. ممکنه 15 ساله 80 ساله. حالا اینا رو که فرض کردی، برو 1400 سال پیش، نه تو ایران، برو تو عربستان. شما نمیدونی مرد یعنی چی، زن یعنی چی. اصلا درک صحیح از این ندارید. مطمئن و یقین میگم اصلا نمیدونید که اصلا زن اینی که ما الان فکر میکنیم نبوده. اصلا 1% هم شباهت نداشته. کلا یه کالا بوده. انقدر راحت دختر به هم دیگه میدادن، هم دختر میگرفتن. ببین الان مثلا شما بچهای انقلابی و نمیدونم خدمت شما هستن، مملکتتون رو دوست دارید ها، از دشمنم بدتون میاد، تو خونه‌هاتون هم بگردن که جنس آمریکایی گیر میاد. شلوار آمریکایی دارن که کفش نباید باشه تا جایی که نمونه‌های مخصوصا که ما پول بدیم به دشمن. درست شده نه؟ اونا قشنگ همینجوری بود. یعنی اصلا اینقدر راحت میرفتن از یه خانواده که دشمنی دارن ازشون چی میگرفتن؟ دختر میگرفتن. اینقدر راحت خواستگاری میکردن که نمیتونی تصور. تو خیابون داشت طرف میرفت به پسره میگه با تو چه شبرود قشنگه، خواهرت من خودته، همینجوری. بعد میگه چطور؟ میگه من ندید میخوام. بالا ببین اینقدر چند 5 دقیقه سر تکار هم میومد. بچه 5 سال الان میره میاد. به همین سادگی که دارم میگم نمیتونید تصور بکنید. بعد اصلا وسیله بود برای پایان دعواها. دو تا عشیره به جون هم میافتادن. میگه خب حالا دعوا رو بذاریم کنار. گفت چیکار کنیم؟ گفت دو تا دختر شما بدید، دو تا دختر ما بدید. کی؟ شیخ عشیره. شما تو دخترت بده به اون. به کی؟ شما کیو معرفی کن؟ این 10 سالشه، این 15 سالشه، 90 سالشه. اصلا چه اهمیتی گوشه موبایل رو به کی میخوای بدی؟ گوشه موبایل حتما باید بدی به آدم 20 ساله؟ گوشه موبایل میخوام بدم به آدم 100 ساله ازش استفاده. به تو چه؟ اصلا یعنی تصوری نداری. بعد براتون سوال میشه وا این برای چی به او دختر داد از اون؟ جالب مثلا شما رفتی توی محله‌ای، توی شهری غریب بودی یا قبیلت عشیرت تعداد کم بود، اونجا تضمین امنیتی که از جون تو حفظ بشه چی بود؟ آفرین. اینکه فقط فامیلشون میبودی. ساختار نژادیه، بعد فامیلش باشی. همینی که هست. میخوای بخوام بعد برای اینکه تضمین امنیتی پیدا بکنی اونجا، این عشیره‌های کوچیک‌تر میرفتن میچسبیدن مثل انگل به عشیره بزرگتر. بعد برای اینکه این اتفاق بیفته چیکار میکردن؟ دختر میگرفتن. گفت حالا فامیلیم دیگه. اینا رو باید بفهمیدن. تو اون فضا هنوزم هر چی دیگه بازم زن تو ذهن تو زنه، چون این با این فضا بزرگ شده. خود کالا، ببین مثلا یه کالای تولیدش مثلا سیب امسال زیاد اومده، دیدی ریخته بودن بیرون، دختر زیاد بود میکردن تو قبر. میگفتن چجوری این چیز جمعیتی رو درست کنیم، حفظ کنیم این تعادل جمعیتی رو. گفت تو اضافه تولید رو دفن میکنیم. زنده به گور میکرد یارو رو. یکاش با شمشیر کله اون اول میزد که کمتر درد بکشه. اصلا بعد یه نفر میاد مثلا بگه که آقا فلانیو زنده به گور میکنه دخترشون. گفتم واقعا چیه؟ همه زنده به گور میکنن.
تعدادی مثلا، همه رو که زنده به گور نمیگم و خودشون از چی به دنیا آمدن، از دیوار که پس نیفتادن که. باید تصور درست. خب من شما من راجع به تاریخ قضاوت میکنیم، بعد نشستیم من ایرانی، من آمریکایی، اروپایی، چه میدونم، بعد راجع به دارم اعراب جاهلی که 1400 سال پیش. بعد شما تو این فضا که دختر اینه زن اینه، چی میبینی از پیامبر؟ تو این فضا خدا قربونش برم لج کرده، میخواد نسل این پیغمبر رو کی قرار بده؟ از یه دختر. میخواد لقد بزنه زیر کل سیستم اینا. گرفتی چی شد؟ نمیتونید، اصلا بمب اتم بوده. شما نمیدونید اصلا کسی با کنیزش ازدواج نمیکرد که. امام سجاد وقتی با کنیزش ازدواج کرد، ببین اهل بیت با رفتارشون نمیتونستن تغییر بدن فرهنگو. چجوری به شما بگم؟ خون اینا شده بود. زمانی که امیرالمومنین به خلافت میرسه، دو سه تا از تغییراتی که خلیفه دوم در اسلام به وجود آورده خودش باش برخورد بکنه. یکی نماز مستحبی. نماز مستحبی رو به جماعت میخونن اهل سنت، هنوزم میخونن. این از ابداعات خلیفه دومه. گفت جماعت که خوبه، مستحبم که خوبه، دوتا خوبم به هم بخوره خوبتر میشه. خب بدعت در دینه. امیرالمومنین نه، حق نداره دین رو تغییر بده، این بابش باز میشه. حضرت به خلافت رسومتی تو مسجد دارن نماز مستحبی جماعت بخونن. چه کار دارید میکنید؟ پیامبر نهی کرده ما رضا کن. آقا داد و بیدادی رو انداختن. امیرالمومنین گفت بخونید. وا امتا وا اسلاما وا امرا، او یک سر و صدای درست کردن. نمیدونستم. یا یه چیزی که همین ازدواج موقتو آیه داریم تو قرآن، تا زمان خلیفه دوم هم بود. برخی از همین صحابه صیغه زادن، مثل عبدالله بن زبیر. خلیفه دوم اومد به دلایل، حالا بحثش مفصله، چرا یه روزی باشه من شبههشو جواب میدم براتون. اینو جمعش کرد اما نیازش تو جامعه چی شد؟ بعدا باعث شد که اهل سنت یه نکاحی درست کنن به اسم نکاح المسیار. همین الان هست تو مصر، این ور کشورها هست، عربستان این طرفون، همین الان داره انجام میشه. 1000 رحمت به صیغه. همین چی شد؟ 100 رحمت به صیغه. یعنی اون ایراداتی که اینا به صیغه وارد میدونن که وارد نیست باید جواب داد، چون نیازش وجود داره. چون نمیتونه که من مبنای فرداش که آب نخوره. چه حرفیه؟ امیرالمومنین فرمود اگه این بابا این کارو نمیکرد تا آخر دنیا جز آدم مریض کسی زنا نمیکرد. یعنی این حکم، تغییر حکم موجب چی شد؟ گسترش فساد و زنا. طبیعی مگه میشه نشه؟ سن ازدواج تو جمهوری اسلامی ببر بالا. مگه میشه تو جامعه زنا ظاهر نشه؟ چرا میگید؟ مگه میشه حکم خدا رو تغییر بدی؟ به غلط بعد اتفاقی هم نیفت. نشدنیه. اینجوری بود. یعنی امیرالمومنین نتونست جمعش کنه. گفت من فعلا همین فاسدا رو باشون برخورد بکنم، این اصول رو اول درست بکنم. زمان میبرد. بحث کنیزی و اینجور چیزا رو ورانداختن زمان میبرد. عزیز دل من، امام سجاد با کنیزش ازدواج کرد. شما نمیدونید چی شد. ببین بالای 20 تا مورخ اینو نقل کردن. این میدونی یعنی چی؟ یعنی بمب خبری. معاویه نیستش، خلیفه وقت اموی، اشتباه گفتم، عبدالملک بوده، کی بوده، نامه می نویسه تو خجالت نکشیدی آبروی اسلام و مسلمین رو بردی. آقا مسجل جواب میده، ما پیامبرم این کارو کرده. اصلا چیز جالبه، شما تا سالها اینا که دارم بهت میگم، تا امامای متأخر ما هم بوده، نمیذاشتن کنیز رو سری بذاره. کنیز باید سرلخ می بود. تو واسه اینی که ما نگاه کنیم حال کنیم، یعنی چی رو سمز سرت؟ گرفتی چی شد؟ 7 تا 8 از ائمه ما مادرشون چی هن؟ کنیزن. ببین کار خدا رو. 6 تا امام پایانمون که پشت سر هم مادر و کنیزن. بعد بری تو اون فضا، تو اون اتمسفر نفس بکشی، اون اکوسیستم رو بفهمی.
بعد بیا قضاوت بکنیم. طرف الان نشسته مثلا یه چرت و پرتا میگه، این شبکه معابه میشم دیوونه است این یورو اصلا چی داره میگه. تو اون فضا که زن اصلا آدم حساب نمیکنن، تو مورخشون چیزی نقل نمیکنن راجع به طرف میگفت چند تا بچه داری، تعداد پسراشو میگفت. چند تا هست هنوزم، بله هنوزم هست متاسفانه. چند تا بچه داری، پسراشو میگفت که آدم نیستن، که اون کالاه. 80-90% ازدواجا فقط بهره جنسی بود. بقیه‌اش همون 10-20% دیگه هم چی بود؟ تامین امنیتی و اجتماعی. مثلا یه رسم اینا داشتن تو جمع یهویی دخترشون رو هبه میکردن به نفر. ای دخترم مال تو. اگر قبول نمیکرد مواردی در تاریخ نقل شده دختره رو میکشتن. میگفتن لابد یه ننگ و آری چیه؟ 2 تا از همین آقایان همینجوری دخترشون رو غالب کردن به پیغمبر. اسم برم کیا بودن. یهویی تو جمع بدون هماهنگی آی دخترم مال تو. نه بابا بعد بدونی چیه، یا پیغمبر اینقدر زن گرفت. چه جوری زن گرفت؟ خیلی فضا باید بری تو اون شرایط غور کنی، شنا کنی تو اون دریا تا باید بفهمی یعنی چی. ما داریم در مورد کیا داریم صحبت تو این فضا، تو این شرایط. این پیامبر قرار اون نسل وعده داده شده که میشینه و پا میشه، از آلش داره صحبت میشه، پسراش میمیرن، هم دخترها و خواهراشونو دارن غالب میکنن به پیغمبر. برای چی؟ یه جاشو پیغمبر داد زد اومد بالا میگه ولا تعرضن علیهم اخواتکم ولا بناتکم، بس دیگه انقدر خواهراتون و دختراتون من غالب نکنید. سوء استفاده میکنن از حسن خلق پیغمبر تو جمع. این دختر مال تو بابا، یعنی چون نمیخوام تمام بود دیگه. اون یه آری داره، یه ننگی داره. بعد ازدواجم بسیار 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 ساده، مثل الان به قولیش. بسیار همینجوری که الان چجوری به ساقی شما دسترسی دارید. آره الان مواد فروشی نشسته پیک دارن، الان قشنگ میرن در خونه، لازم نیست تو پارک مارک بگن شماره تلفن، سیم کارتاشون هم گرونه. یعنی طرف مثلا مشتری پیدا کرده سیم کارت 20 میلیون 30 میلیون 15 میلیون بستگی به تعداد زنگ خودش، اینا خبر نمیشه، نیستش که تو مملکت زندگی نکنه. اینجا راحت طرف یه زنی بریم بگیریم. وقتی اینا دارن بهتون میگم نه فقط اصلا فرهنگ بوده. شما این ائمه خود ما آرام آرام شروع کردن تغییر دادن تا این ائمه متأخر ما کشیده این ماجرا. البته بحث این که چرا ائمه پایانی ما مادرشون کنیز بودن یک دلیل دیگه بسیار دردآور داره که جگر آدم میسوزه. جگر آدم میسوزه که اینجا دیگه دشمن شده بود خودی. چرا؟ چون کنیز نمیتونست لات بازی کنه. فقط کافی بود از زن غیر کنیز بچه دار بشه، طرف علم امامت برمی‌داشت. شما فکر کنین همه امام رضا فوش میخوره؟ از کی میخوره؟ از فامیلاش، از نزدیکانش. قریب القربا یعنی چی؟ یعنی تو بین آشناها و فامیلا، تو همین بنی هاشم قریب. هیچ وقت بنی امیه جرئت نکردن. شما ندارید مثلا بیان زبانم لال آب دهان بندازن تو صورت معصومی. اما در مورد بنی هاشم شد. طرف من گفت بچه من امامه. چرا تو امام؟ به امام صادق گفت. باید بفهمیم، یعنی تو اون شرایط باشی، تو اون فضا باشی. دشنام، توهین، تحقیر پشتش حرف میزد و حرفش هم میگرفت. چرا؟ من خودم از بنی هاشمم، من خودم از فرزندان علی و فاطمه. اینجوری بود. متوجه بشین. ازدواج ما اینا موارد متعدد دارن، اینا یه عده نمیگن اینا رو، بعدن یه جایی میشنوی برای اینکه تو اصلا درک صحیح من شما از ازدواج ما نداریم. ازدواج این بوده. مثلا سالات بذار آخر. یا مثلا چی؟ خود اهل شما مثلا اهل بیت میگن ما اولویتمون با فرزندان جعفر و عقیل بود. دختر می‌خواستیم شوهر بدیم. متوجهید؟ اگر نمیشد به کی دختر میدادن؟ بگید. بنی امیه،
بنی زبیر، بنی مروان. برید نگاه کن تاریخ بخونید. ازدواجای بنی هاشم بنی امیه خودش ده هاست بلکه صدها صفحه کتابه. خیلی عجیبه. بعد ازدواج بلا فاصله بعد از مرگ. زن 90 ساله شوهرش مرده شوهر کرده. اگر به سال میکشید کسی شوهر نمیکرد بمب خبری میشد. ما چند نفر تو تاریخ نقل کردن که ازدواج نکردن. یکیش حضرت رباب سلام الله علیه، بعد ابو عبدالله نتونست ازدواج کنه. ایشون دائم میرفت زیر آفتاب میشست، تو خونم که بود میرفت تو حیا زیر آفتاب میشست، نمیتونست فراموش کنه پیکره زیر آفتاب مونده رو. میرفت میشست، بعدش هم سریع هم جان دادشون. اما تاریخ نقل کرده میگه بر رباب همسر امام حسین و ازدواج نکرد، 1 سال گذشت ازدواج نکرد. قد عجیب بود. و دیگری که نقل کرده تاریخ حضرت ام البنین و اسما بنت امیس نقل میکنه. حضرت ام البنین بعد از امیرالمومنین همسران امیرالمومنین جمع میکنه، میفرماد که من که بعد از علی نمیتونم هیچ مردی رو تحمل کنم. اسما میگه منم همینطور. اینو میگه، این تو تاریخ نقل شده. اما بقیه‌شون ازدواج کردن. چون اصلا تصوری که من شما راجع به ازدواج داریم اون نیست. من الان 100 هم بگم بازم نمیتونید درک کنید، چون خودم درست نمیتونم فضا باشم. خیلی وقت گذاشتم، خیلی این روایت تاریخی رو خوندم، احادیث رو خوندم. اصلا ازدواج خیلی ساده. مثلا طرف خدمت مصادق میرسه میگه دختره تو محلمون اوضاعش خرابه و همه آمار میده، همینجوری میگه میتونم باشه ازدواج کنم یا نه؟ میگه بله میتونی. نمیگه درست توصیه میکنم ها، متوجه ازت نمیفهم توصیه میکنم، میخوام بگم ازدواج این بوده. اینه که شما عین کالا، خود کالا، چیز دیگه تصور، کالای جوندار دست و پادار راه بره. این تصور داشتید حله. حالا بیایید ببینید چه اتفاقی قراره بیفته. یک مردی پیامبر تو اینجا چی میشه؟ راه میره میاد، هر دفعه میخواد از مدینه بره بیرون، آخرین خونه‌ای که میره خداحافظی میکنه کجاست؟ خانه فاطمه سلام الله علیها. اولین خونه که برمیگرده خانه فاطمه. گفتن چرا؟ میخوام این بازه زمانی که من نیستم رو کوتاه‌تر کنم، آخرین کسی باشه موقع رفتن ببینمش و اولین کسی باشه که موقع برگشت. به صراحت میفرمایم هیچ کس رو اندازه ایشون دوست ندارم. ببین الان من دارم سخنرانی میکنم، شما فرض کن دیگه مثلا یک شخصیت خیلی بزرگی تو ذهن شما، هر کدومتون یه آدمی خیلی بزرگترینه، خب از در را بیاد ما نهایتاً میگیم سلام علیکم بفرمایید آقا، جسارت بیادبیه مثلا دیگه، شخصیت علمی بزرگ من اینجوری میگم جسارت ما بفرمایید فیض برسونید، این چرا میگم دیگه ها. شما فکر کنید هر بار حضرت زهرا رو میدید حضرت بلند میشد، کل سخنرانی جلسه رو خراب میکرد، میرفت سمتش، دستشو میگرفت، میبوسید، خم میشد، به حالت رکوع پیامبر میبوسید، میآورد میشون سر جاش. 6 ماه پایانی عمر شریف هر نمازی خوند، وارد مسجد شد، رو به سمت آن خانه امیرالمومنین از زهرا کرد، فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر توی اهل بیت. جوری که ما تو تاریخ داریم مواردی از حضرت زهرا سلام الله علیها با پیامبر کار داشت، نمیومد جلو، میگفت جلسه خراب میشه منو ببینه. اینا رو دیدن. آخه شما نمیفهمی عزیز من، ببخشید اینجوری میگم یعنی خودم هم همینم دیگه، ما نمیفهمیم چه فاطمه ای رو زدن. چه جایگاهی داشته. کلن و فقط کلن 2 تا ازدواج ویژه بوده در کل تاریخ عرب، و نه حتی ازدواج ائمه ما، و نه حتی ازدواج حضرت زینب، نه هیچ کدوم خاص نیست. یک ازدواج خیلی خاصه. چیه؟ ازدواج یک پیامبر آقا رسول الله، 2 امیرالمومنین حضرت زهرا. عجیب ترین ازدواجی که تو اینا هممون، تمام قریش خواستگاری حضرت زهرا اومدن. گفتیم خواستگاری اومدن یعنی چی؟ چیز بسیار چی؟ عادی و ساده. خود پیامبر چجوری ازدواج کرد؟ بابا پیامبر میفهمه من خودم از شما
با شما ازدواج کردم و 2 ربیبه داشت حضرت دیگه، زینب و رقیه که بزرگشون کرد، دختره حاله خواهرای خدیجه بودن و بهتون دختر دادم به شما. اما فاطمه ازدواجش دست من نیست. چجوری بهتون بگم؟ همه میدونستن. یعنی ما تو تاریخ داریم، ببین میرفتن شیوخ عشیر و عشایر می اومدن برای ازدواج. مثلا از پیامبر دختر بگیرم، گفتم نمیشه. و در کمال تعجب مثلا بین اعراب، اینو به شما بگم، مثلا اهل بیت تاب و شکنی کردن، دختر به پسر عمو دادن. که اینا بین اعراب خود ما بعدن چیز شد، شایع شد. یعنی الان پسر عمو حکم خدا داره. یعنی اگه طرف رفته باشه خواستگاری کرده باشن با دختره، بلند شدن رفتن محضر، الان اسما رو توی چی وارد کنن؟ شناسنامه. پسر عموش برسه این زن پسر عموش. ما به متوجه بشید اصلا کسی از بنی هاشم به خود بنی هاشم دختر نمیداد. چرا؟ چون یعنی چی؟ این کالا برای اینه که روابط نبه 2 عشیره چی بشه؟ برقرار. یعنی چی من به خودم دختر بدم؟ آره وسیله ارتباط و تجارت و کانکشن بوده، همین ولا غیر. جز این نبینید اگه اشتباه کردید و اگه نه خطا کردید. بعدم به 2 حدیث برمیخوری گیج میشه. ما خیلی داریم. حالا من نمیخوام بحث باز کنم، زیاد متناسب با بحث نیست، حالا نمیشه خیلی چیزا رو گفت. اما این فضا رو داشته باشید. احترامات عجیب غریب نسبت به حضرت زهرا. بعد بهش میگن تو اون شرایط این پیغمبر پسر نداره. عجب. پسراش هم چیه؟ میمیرن. ابراهیم و قاسم و عبدالله و ناچه میمیرن. یعنی تو پسر نداشته باشی اصلا هیچی نیستی. هیچی. ابتر فحش عزیزان. ابتری نیستش که تو بچه اجاق کور نیست. نه. آقا رسول الله میفرماد هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. درسته نه؟ با خودم خدا مزیته. مثلا اون بلا سر ایوب اومد، اون سر جرجیس پیامبر اون بلا، بعد پیامبر دروغ هم که نمیگه. هیچ کسی اندازه من اذیت نشد. یعنی چرا؟ با یه مشت دیوانه سر و کله میزد. یک متلک، زخم زبون. شما میدونید امام رضا علیه السلام تا 40 خوردگی سالگیش بچه دار نمیشه. اینقدر حرف شنید، اینقدر حرف. زمانی که امام جواد علیه السلام به دنیا اومد، این بی شرف ها مطلق مینختن، گفتن دروغ، بچه خودت نیست، باید بیم آزمایش انجام بدیم، باید چهره شناسا بلندشن بیان. ببین چی کار کردن. امام رضا رو لباس باغبونی تنش کردن، 7-8 نفر که چهرتن مثلا شبیه بودن آوردن گذاشتن. امام جواد رو گذاشتن، چهره شناسا رو آوردن، گفتن این بچه کدوم یکی از ایناست؟ که بل اتفاق همه گفتن بچه این باغبون است. یعنی امام رضا هم نشناسن، یعنی او توی لباس. یعنی ببین چه کارو به کجاها رسوندن. تو این شرایط تو بچه نداشته باش. تا زمان امام رضا با چند دهه گذشته خیلی شرایط فرق کرده. تو این فضا این پیامبر پسردار میشه، میمیرن. تاریخ نقل کرده میگه متلکای مینداختن، جیگر پیامبر میسوزن. یعنی شما تا میگن آزار پیامبر چی دیدی؟ اون شکمبه‌ای که تو سر پیامبر خورد. همین بعضی بهش میگه آقا سیرابی بریم بخوریم، میگه پیف پیف بو میده. سیرابی تمیز شسته پخته آب لیمو زده نمیدونم چیا، میگن پیف پیف بو میده. محتویات شکم گوسفند و گاو و اینجور چیزا رو پشتم خالی میکردن سر پیامبر. پیامبر آدم تمیزی بود، نظیفی بود، اهل نظافت بود. رد که میشد خاکستر عمدن میریختن. چون خاکستر همین الان با این همین مواد شوینده که ما داریم اگه به لباسی سفیدی بخوره بیچارت میکنه. خار مینداختن سر پاش وقت از خونه میخواست بیاد برون. صندلایی که اون نعلینایی که به قول پا میکردن، نعلینای چرمیه که
باز دیگه، مثل دمپایی نیستش، یعنی مثل همین صندلی که الان هم. بعد این خارا بره تو پا. بعد بچهای کوچیکو میذاشتن، گفتم اینا خارا رو میذاشتن تو گلا میزدن، خوش میشد، با یه چیز چرمی رو پرت میکردن سمت پیامبر. اینقدر مهربون بود اون یهودیه که خاکستر میریخت، 2-3 روز نریخ به صحابه فهم فلانی کج گفتم مریضو بریم یادتش. اینقدر مهربون بچه‌ها که اون کلوخا و اون گلا رو پرت میکردن سمت پیامبر، میفرمود بیاید همینا رو بهتون بدم دوباره همینا رو بزنید، میخواد برید درست کنید، خار میره تو دستتون. جیگرش رو آتیش میزدن. حالا پیامبر یه پسر داره به اسم قاسم، از دنیا رفته قبرش کرده، تک و تنها داره برمیگرده. عاص بن وائل پیامبر رو میبینه، بابا سوری امراض بزرگ کرد الله امراض، پدرش نیستش، چون امراض به لحاظ چهره‌ای امراض حاصل یک ازدواج گفتم دیگه نکاح الجمع بود، یعنی 10 نفر با مادر امراض زنا کردن طبق قاعده‌ای که اوناشم نگفتم اینو قبلا چون بحث کردم، 8 مدل فقط اینا زنا داشتن که هنوز اروپایی‌ها باید برن بوق بزنن به گرد پای اینا برسن. آره نکاح الجمع، نکاح البدل، نکاح المخ، نکاح الخد، نکاح چه یه مدلش. بعد میگفتن خب این بچه مال کیه، بعد تعیین میکردن دیگه، آزمایش دی ان ای اینجور چیزا هم نبود. اگه دختر بود که هیچی، مال ننش، اونم به زنده گورش میکرد مثلا. اگر پسر بود زنه تعیین میکرد، گفت بچه تو. زنه معمولا به پول طرف، با اونی که بیشتر دوستش داشت اینطور. امراض حاصلی هم چیزا. این فکر نکنم کسی جلو اهل بد وای میسته. امروز اینجوری به دنیا اومده. و اینا به این معنی نیست که هر زنازاده بد باشه. اینا بگم از اون ورشم. بعد به دنیا اومد و این چون رابطش با عاص بن وائل بیشتر بود، گفت این عمرو پسر اینه. وگرنه چهره شناسا میگفتن به ابو سفیان بیشتر میخوره. یعنی چهره شناسا ژنتیک میفهمن چش ابوش رنگش چجوری. من شما چهره شناسی نمی‌کنیم. یه علم بود، یک دانش بود. اونم گفتم برای همینم رابطه‌اش این با معاویه چی بود؟ خیلی خوب بود. هرچند خود معاویه داستانی جدا دارد. داستانی جدا که او رو با زمخشری میگه معاویه بن ابی سفیان رو به 4 پدر بزرگوار نسبت میدهند. بزرگوارش جالبه. بدونید کیا بودن اینجا. من هر چی دارم میگم با سند دارم میگم. سندام از منابع چی؟ عامه استفاده میکنم که کسی حرف نزنه. میگفتن اون باز بچه یه فردی درسته مسافر، یعنی قیافش به اون باز میخورد، اونم فرار کرد رفت. حالا داستانه ولش کن. توی این شرایط پیامبر داره من یه عاص بن وائلش رو میبینه. تا دید گفت الان یه تیکه بهش بندازم جیگرش رو بسوزونم. اومد جلو پیامبر. فکر کن پیامبر داره اشک میریزه، همینطور داره میاد. بچه تو از دست دادی، بچه کوچیک، آدم جیگرش میسوزه. بچه کوچیک، بچه نوزاد از دست داده، با دستای خودت قبرش کردی، داری بر میگردی، جلوت میبینن نه سلامی نه علیکی. گفت اصبحت ابتر. گفت خوب دنبالیده شدی زبونم لاله. اینجوری در بعضی موقع طرف میبینه مثلا یه تیکه به طرف میندازه، بعدا میره عذرخواهی میکنه، یه نفرم واسطه شد اینا راشتی بده، میگه ای کاش میزد تو گوشم. یه حرف آدم 50 سال فراموش نمیکنه. جیگر طرفو سوزونده. گفت آره، گفت یه تیکه الان بعدش بندازم تا بفهمم. ولید ابن مغیره پیامبر میدید، میگفت چطوری ابتر مثلا. ولید ابن مغیره چندین آیه تو قرآن تخصصی در مورد خودش داره. خیلی جونور عجیبی این. خدا ببینید اصلا لحن اینقدر وحشتناک و تنده علیه این جونور. سوره مدثر دیگه. چی کار که پوست تو میکنم تو. این جالب آدمی هم بوده که شمشیر دست نگرفتی شاخ علیه پیغمبر. فقط کار رسانه‌ای کرد علیه پیغمبر. کار فرهنگی کرد. اصلا شمشیر من ندیدم. من کسی دیده به ما بگه. من ندیدم این توی یکی از جنگا شمشیر دست گرفته باشه. مونتا مثلا برمیگشت بینو ایده میداد. میگفت ببینید تو جنگ روانی شما دیوونا، یکیتون داره به پیامبر میگه مجنون، یعنی دیوانه. یکی میگه ساحر، یکی میگه شاعر. اینا با هم قابل جمع نیست. مردم میفهمن که فقط شما دارید چیکار میکنید؟
اتهام زنی میکنید و بعضی از اینا اصلا با هم در تضاد نمیتونن. طرف از من مجنون باشه، از اون طرف شعرهای به این خوبی بگه که علم سحرم مثلا دسترسی داشته باشه که میگو بیاید همه حرفاتون رو جمع کنید یه چیزی بگید. ببین این میفهمه داره چی کار میکنه. یکی از این خوش 12 تا پسر داشت. اینا پسراشون رو به رخ میگه. تو اون شرایط این اوضاع پیغمبر این سوره نازل میشه. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک والخر ان شانئک هو الابتر. برید ببینید چی شد آصف نبار. 18 تا پسرش سقط شدن. اون که بچه خودش بودن. این امراض که الان مال یک دیگه بود. این دقت کنی میتونم. یه نکته من اینجا میخوام به شما بگم و عرضمو تموم کنم برای امشب. یه درسی باید اینجا بگیریم دیگه. این که پیامبر به واسطه یه حرف شد بیشترین کسی که رو آزار دیده. مراقب حرف زدن اون هستیم یا نه؟ مراقب هستی وقتی داری حرف میزنی تیکه که میرزه جیگر کسی رو نسوزونه؟ پوستت کنده سا. خیلی از شماها میاد جلو منو میگیرید میگه آقا دعا میکنم مستجاب نمیشه. میگم برو ببین کجا چیکار کردی با دل یه نفر. حواسمون نیست. یا یه حرفی میزنیم حالیمون یه تیکه میگیم دیگه. آتیش میگیره طرف. و این لکل همزه میگه وای به اون کسایی که تیکه میندازن. همز یعنی شوک. من بهترین واژه فارسی براش پیدا کردم چه؟ شوک. این مهمیز میگن این که پشت پاشنه پا هست میزنن زیر شکم مرکب را میره. این کاویا رو دیدی ستاره پشت پاشونه اینجا میچرخه. اونو برای چی اون میزدن به زیر شکم مرکب؟ قدیم بوده. بیان چیکار به مرکب شوک وارد میکنه. میگه وای اون کسایی که قرآن در موردشون ویل گفته خدا به دادشون برسه. چون امام سجاد میفهمه ویل اینجا وای درسته اما جایگاه اونا رو داره تو جهنم نشونه. یک چاهیه تو جهنم که یه سنگ اگه بندازی 70 سال طول میکشه واسه تهش. اینا اون تو ان. گرفتی چی شد؟ حالا بیا بگو آقا این بچه مسلمان. وای بر زناکاران، وای بر بد، وای بر طعنه زنندگان. خدا به داد اینا برسه. حواسمون نیستش. مرحوم آیت الله شهابادی نقل میکنن که قدیما میرفتن حمام. استاد امامه. شما اگر میخواد بدونید که امام چی شد اینطوری شد برید روی آیت الله شهابادی تحقیق کنید. برید ببینید شذرات ایشون چیه. چه تأثیراتی روی اندیشه امام خمینی میذاره. ببین عادی نیست یه نفر بلند شه بیاد یه مملکتی رو بتونه متحول کنه. متوجهید؟ برید ببینید اون متأثر از چه تفکری اون شد. استاد اخلاق امامه. یه روز میره حمامای عمومی داره برمیگرده. خب اون موقع یکی واقعا کیسه میکشه، یکی لیف میزد، اون یکی نمیدونم چه آب میریختن رو خودش، چون دیگه لباساشو تنش کرده بود، تمیز شده بود، خوش شده بود، دوقلو خوش کرده بود. داشت رد میشه دیدن داره خودش میشه. این عباشو خورد داد بالا، پاچاش هم داد بالا، از این بغل رد بشه که آب روش نچکه. ها کار طبیعی. یکی از این افسرای نظامی هم وارد شد. این تیکر دید شروع کرد چه دهنش در اومد بهشون گفت. هیچی نگفت. هیچ جوابی نداد. بلند شد رفت. فرداش پس فرداش که بود همین کسی که تو همون بودن اومدن درش خونش گفتن چه؟ گفتن آقا تو بلند شدی رفتی، این یهویی دستش انداخت تو دهنش، این زبونش گرفت زبونشو، همونجا بالا پایین کرد، دست و پاشو تکون داد، همونجا مرد. بهش سرش انداخت پایین تأسف و گفت ای کاش یه چیزی بهش میگفتم. یعنی چی؟ یه چیزی میگفتم یه خورده خودم مقابل مثل کرده باشم، همه چی رو خدا حواله نمیگرفت. یعنی خدا به داد من و شما برسه، یه چیزی بگیم طرف بشکنه اون دلشو چیکار کنه؟ سکوت کن. اون کس دیگه وکیلش خداست. بعد میگه چرا انقدر تو زندگی اون مشکله؟ برو این با زنت چجوری حرف میزنی؟
خانوما ببینن چه تیکه‌هایی به شوهراشون میندازن. بعد این دامن زندگی رو ببین و هر دوتاشون هم اذیت میشن. مگه میشه؟ بلا میزنه به بچه‌شون، میزنه به زنه، مردم ناراحت میشه، مردم اذیت میشه. مرحوم آقای حقشناس دو تا طلبه اومدن جلوش نشستن و گفتن اینا که دارم میگم استاد اخلاقن، اینا آدمای جوندار شناسنامه دار. اومدن جلوش و شروع کردن بهش ایراد گرفتن در مورد مدیریت حوزه. تو سر در نمیاری، خراب کردی کارو، اینا اینجوریه اونجوری میکنی، مدرسه علمی خودت نمیتونی درست بچینی، مثلا از حرفا زدن. خب ایشون هم نمیخواست جواب بده. بابا من اگه با این آدم تا میکنم یه سری از چیزا تو نمیدونی. جواب نداد. فرداش هر جفت طلبه مردن. حالا این منظورم چیه؟ اون آدمی هم که شما داری با دلش ور میری خیلی مهمه کیه. یه موقع شما دل آدم عادی رو میشکنی، یه موقع چیه؟ دل ولی خدا رو میشکنی، دل پیغمبر میشکنی، دل امام معصوم میشکنی. کم نداریم ما کسایی که تو چشم اهل بیت نگاه میکردن فوش میدادن. چی بود؟ من براتون چی خوندم تو در مورد امام حسن و مجتبی؟ همینجا بود دیگه. گفتم یک شرط امام حسن از معاویه خواست، گفت اینو معاویه همه شروط رو قبول کرد الا این یه دونه. گفتش که به بابام جلو چشم فوش ندید. گفت توهین نکن. گفت نه نمیتونم قبول کنم، هر چقدر پول بخوای هر چقدر میدم، من باید به علی فوش بدم. گفت پس جایی که من و هو یسمع و جایی که من دارم میشنوم فوش ندید. گفت باشه، تو اون یه دونه مسجدی که تو نماز میخونی به امام جماعت اونجا میگه 70,000 تا منبر رو امیرالمومنین لعن کردن، این یه دونه رو میگم باشه، که تاریخ اهل سنت میگه همونم نامردی که از زیرش. ما بعد حواسمون باشه ما داریم چی کار میکنیم. اینا دیدن خدا چی کار کرد با عاص بن وائل و فلان، میترسیدن. یعنی باز تا حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بود حساب میبردن از امیرالمومنین. یعنی وقتی حضرت زهرا از دنیا رفت به معنی واقعی میگه جواب سلامشو نمیدادن. شما یعنی ببین حق تو بخورن، اون بلاها رو سرت بیارن، بعد چقدر مردی به اینا سلام میکنی، بعد جواب سلامت هم نمیدن، بعد عمدی مثلا چند نفر با هم جمع میشدن یا یه فوشی میدادن به امیرالمومنین. بعد حضرت میشنید به روش نمی آورد، اولیه فوش میداد، دومی هماهنگ شده میاد میذاره روشون امیرم میگه با تو بودا. یعنی قشنگ این فوش اصابت کنه به هدف. به قولی گفت با تو. حضرت سرش انداخت پایین میفهمید با یه علی دیگه. گفت با تو بود. گفت علی. گفت علی ها دیدی؟ گفت با یه علی دیگه. طرف میگه رفتم حج، میگه یکی این وهابی اومد، این شفیع قرمز اومد پشت سر من نشست، میگفت شروع کرد به اهل بیت توهین کردن، ناصبی بود. میگه من توجه نکردم. میگه یه نفر دیگه کت شلواری اومد کنارم گفتش که شنیدی چی گفت؟ میگه من بگم شنیدم که بده که. گفتم نه چیه؟ گفت نه داشت فوش میداد فلان و همان. میگه من بازم توجه نکردم. میگه بعد فهمیدم اینا شیوه ایناست، اون کت شلواری هم با خودشونه، یکیشون میاد فوش میده، اگه واکنش نشون داد که میگیرن میبرنت. کل حج تو به جای که از اون مناسک استفاده کنی کجایی؟ گوشه زندانی. دو، اون یکی باز میاد میگه که ببین با این بود که پیش این فوش بدی، پیش این فوش بدی، بعدی میاد تو دادگاه شهادت میداد آره اومد پیش من به اون فوش داد، باز بگیرم ببرنت. خب این نسل نجس هنوز هستن. هی میگه آقا خدمت برخی از علما مثلا علامه طباطبایی نمیتونستی بگی امام حسین مظلوم ترینه، اگه میگفتی جلسه رو میریخت به هم. ایشون میگه ببین هر چی میخواد بگید در مورد ابا عبدالله من قبول دارم، خودش هم امام حسینیه عالمه، اما نگید مظلوم ترین بلا شک فقط علی است. که ابا عبدالله تا زنده بود حد که حرمت به خانواده‌شو ندید. حتی یک جایی هست شمر میخواد عمدن اذیت کنه حضرت و برخی میگن عمدن حرف زد ببین حضرت زنده است یا نه، چون میترسیدن نزدیک برن.
تواریخ تا 100 ضربه رو میگن و پیکر برای هم میگن هم پیرهنی که در آوردن میگن نزدیک 100 تا پارگی داشت. اینا ضربه تیر و شمشیر و چه و چه و چه. یعنی یه تکون که میخواد باز اینا فرار میکردن. مونده بودن چیکار کنن. اون دور ایستاده بودن. برای همین در مورد شهادت ابو عبدالله عنوان قتل صبر یاد میشه. بغل وایستاده بودن از دور پرت میکردن. یه شیخ میخواست مطمئن بشه، برخی میگن نه میخواست جیگر امام حسین رو بسوزونه. گفت خب حالا وقتش حمله کنیم به خیمه ها. اینه که گفتم یه شمشیر شکسته پیدا کرد به زور خودشو مثلا یه خورده آورد تمام توانشو جمع کرد. حضرت فرمود که مگه ما عربا این بینمون رسمیست تا یه مردی زنده باشه به خانوادهش حمله نمی‌کنن؟ اینا که دین نمیفهمن. لابد بذار از چی استفاده کنی؟ مثلا عنصر عربیتشون. یه تا اینو گفتم گفت نه راست میگه وایسید اول خودشو کارش یه سره کنیم بعد میریم اون طرف. مرحوم علامه امینیشون میگفتش که ابو عبدالله ندید همچین چیزی رو، اما این اتفاقات جلو چشم امیرالمومنین افتاد. بعد چه کسی رو زدن؟ این ما درکی نداریم. مثلا الان فکر میکنیم میگم پیامبر این رفتارها رو با حضرت زهرا میکرده به خاطر چی بوده؟ بوده دخترش بوده. ها نگید این حرفو. یا مثلا ارادت حضرت زینب به امام حسین به خاطر چیه؟ لابد چون خواهرشه. نگید این حرفو. امامشه. تو این ادبیات خواهری برادری گم شده این مسئله متاسفانه. من منکر نیستم خواهر برادرم دیگر دوست دارن، خواهر برادر ویژه هم دیگر دوست دارن، اما امامشه. ببینید هیچ کسی نمیتوانست با حضرت زهرا سلام الله علیها ازدواج کنه. چرا؟ چون شوهر بر زن بگید ولایت دارد. هیچ کسی نمیتوانست بر حضرت زهرا ولایت داشته باشه، فقط امیرالمومنین. یعنی او تنها کسی است که پدرش امام است، همسرش امام است، فرزندانش هم چیه؟ شما بگرده یکی دیگه تونست بده کن. بسیار ویژه است ایشون. به عنوان دختر تحت ولایت پدر است، اما پدر کیه؟ شخص اول آفرینش. به عنوان زن تحت ولایت امیرالمومنین. چیزهایی نقل شده که امیرالمومنین میفرمایند او هیچگاه از من هیچی نخواست، هیچ وقت از من هیچی نخواست. اینا نقل شده. حتی زمانی که حضرت امیرالمومنین داره غسل میده آتیش میگیره، های گریه میکنه. تو عبارات هستش که میگه یا رسول الله این دخترت امانت داره برمیگرده، فحف از سوال استخبر الحال. استفعال در زبان عربی یعنی به زور کاری رو انجام دادن. برای همین به اطلاعات تو زبان عربی که حرف میکشه میگن استخبارات. همین لفظ استفاده میکنه امیرالمومنین. میفهمه سوال پیچش کن که بر او چه گذشت، به من که نگفت هیچ تو این دنیا به تو هم نخواهد گفت. عجیبه. سوال پیچش کن که این امت جمع شدن لحظمها. ببین غذا رو برای چی میگن هضم؟ برای اینکه له میکنه، برای اینکه خورد میکنه. میگه اینا جمع شدن. یک جای در تاریخ داریم وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه نتونست، دیگه امیرالمومنین کشیدن بردن با ملعون با غلاف شمشیر دست از دامان امیرالمومنین، کمر امیرالمومنین یا عبای امیرالمومنین چسبید افتاد. یهویی برگشت خود چجوری جون امامم میگه میکشنش علی رو، جون امامم چجوری حفظ کنم؟ یهویی گفت برید بگید یا علی زنده برمیگرده یا نفرین میکنه. چون اینا میدونستن نفرین قطعا میگیره، نفرین میدونه چه جایگاهی داره. این بی‌شرفا دیدن برخوردهای پیامبر. ببین شما رفتارهای پیامبر عمدن کرده در مقابل اینا. خب که اگه برای دیوار شما انجام میدادی یه چیزی میفهمید، برای سنگ انجام میدادی یه چیزی میفهمید. فقط نگه قوم موسی نمیفهمیدن. در مسجد پیامبر تو مدینه یه ستونی هست به اسم ستون ابولبابه. این یه فردی بود، یه گناهی کرد، یه اشتباهی کرد، بعدن توبه کرد، منتها شرط توبهشو پذیرش پیامبر گذاشت. اومد گریه میکرد، اشک میریخت، خودشو بس به تناب، گفت من نه آب میخورم نه غذا میخورم، فقط به دخترش گفت برای نماز منو باز کن نمازم بخونم، اینقدر اینجا میمونم تا قسم خورد، گفت میمیرم اینجا.
الا اینکه پیامبر بدین تناب از من باز بکنه، دستای منو باز بکنه. این خبر به پیامبر رسید، میگن تا 3 روز گرسنه و تشنه موند. خبر به پیامبر رسید، پیامبر رفت سمتش، یهویی به حضرت زهرا اشاره کرد، گفت یا زهرا برو تناب دستش باز کن. گفت من قسم خوردم. گفت من قسم تو دارم انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی اون دستی که شال کمر علی رو گرفته دست کیه؟ پیغمبر. اینا دست پیغمبر رو زدن. از این بهتر بفهمونه چی کار باید بکنه. حضرت زهرا من تنها باید امیرالمومنین رو آوردن نشوندن پای منبر، اون با یکیشون بالا منبره، بعد این یکی هم دستو گذاشته روی مچ دست پای گذاشته روی مچ دست امیرالمومنین، فشار داده دست باز شده، اون یکی از بالا پریده دستشو مالونده به کف دست، بیعت کردی. بعد امیرالمومنین لباساش پاره است، دست و پاشو بستن. معاویه لعنت الله علیه توی یه جایی اینو نقل میکنه، چون امیرالمومنین رو جواب داده، من میگم خیلی سختم، توی یکی از سخنرانیام گفتم، یکی دو تا از سخنرانی میگه مانند شتران تو را به طناب کشیده بودند و میبردند به یادداری، چون به خاطر قدرت شتر نمیتونی یه نفر بکشه ببرش، توی جمع میندازن به طناب. گفت یادته؟ بعد امیرالمومنین رو همین موج رفت که این تو تاریخ چی بشه؟ ثبت بشه، این اعتراف تو باید ثبت بشه. خیلی عجیبه. امیرالمومنین تو دل اون بحثا، نگاه کن، تو دل اون بحثا دعواها فلان سرشو میاره با چش دنبال تاریخ. خیلی جالب. اینا باید به خود اینا فیلمش آدم بتونه بسازه، سکانسو بسازید تو ذهنتون. لباسا پاره، زدن امیرالمومنین و بعد دستا بسته، تناب به دستاش آویزون، بعد یوی برگشت با چشماش دنبال یکی میگشت، یه سلمانی دید، فقط اصلا بیخیال تمام جمع. سلمان صدای گفت یا سلمان برو به فاطمه نفرین نکنه ها، شما میدونستین. اومد به حضرت زهرا گفتن که ما نفرین نکن، اونا میترسیدن. مباهله دیدن اینا، چششون اتفاق افتاده این جماعت. حضرت گفت پس علی سالم برگرده تا من نفرین نکنم. امیرالمومنین بلند شد، میگه امیرالمومنین دست از زهرا رو گرفت، لباسا پاره خاکی، حضرت زهرا هم نمیتونست درست راه بره، یه دستو گرفت، آروم آروم بلند شدن رفتن سمت خونش. تو تاریخ نباشه این جماعت. و چقدر اصرار داشتن اهل بیت که این باید بمونه، اینا باید حفظ بشه، اینا باید تو تاریخ مونده، باید بگیم به بچه‌هامون بگیم. من خودتون میدونید که همیشه از طرف غیر وحدتی ها فوش میخورم، اما این دلیل نمیشه. با رعایت شأن وحدت تمام اپسیلون حقایق تاریخ اهل بیت باید بیان شه، باید بگیم. توهین نمی‌کنیم اما این واقعیت اتفاق اینا بوده، ما نمی‌تونیم از این بگذریم، چون حجت خداست این اتفاق. اینجوری تا کردن با کی؟ با کسی که تو آسمان اسمش سماوی است، نورانی است. فاطمیه زمان درس گرفتنه، یعنی آدم بیاد تو این زمان بشینه با خودش بالا پایین کنه ببینه چقدر زندگی شبیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا شبای دیگه بیشتر بحث میکنم راجع به اینا، ان شاء الله عمر باقی باشه به شرط حیات. خب سرتون رو درد آوردم، استفاده کنیم از مداحی برادرمون. واقعا این جلسات قابل تکرار نیست. میگه به یکی از صحابه ابوذر رو یا سلمان رو در خواب دیدن، گفتن اگه برگردی اینجا دوست داری کجا؟ به گفت دوست دارم برم مجالس اهل بیت بشینم. یعنی اینقدر میارزه، ما نمیدونیم چه اثراتی اون طرف داره. یعنی روحمون رو پالایش بدیم. تعجیل الفرج امام زمان صلوات نبی.